اول کلمه دوم نماز سوم روزه چهارم زکات پنجم حج. نام خدا. دو جمع دو چند میشه؟ مچم؟ یاد ندارم. ایره خانه میبرم بازو مادر پدرمشون یا باز سودا مودا هرچی که خرید در خانه که ضروره بود امور رو میخرم. آیا باز میشه ضرورت خانه پوره میشه؟ بله یا مسابقه 33 34 دانه دادیم. خود دو کمربند دارم خودم. 12 35 کیلو. بسیار خوب. تال چند برد داشتی لاله؟ برد خود در 33 34 مسابقه 3 4 باخت کردیم. خود زیاد باخت نکردیم دیگه کلش ان شاء الله برد است. پایتخت افغانستان چی نام داره؟ کابل. بگین آسانا جان بخیر کنه کنی. سیز؟ برو وقتا که خوشخواره کن. خداحافظ. هموطنان عزیزم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که هر جای دنیا باشین خوشحال باشین. باز هم زبیر احمدی خدمت شما قرار دارم. دوستای عزیز، یکی از میشه برنامه های خیابان خدمت شما میکنم. برنامه خیابان یکی از برنامه های بسیار خوبی است. یکی از برنامه هایی که گفته مردم جلال آباد ما برنامه زبردست است. برنامه خیابان قسمی است که دوستای عزیز ما در مقابل سوالاتی که از طفلکا که میکنیم و در مقابل که جواباتی که دریافت میکنیم برایشان جازی هم میدیم. بیننده برنامه ما باشین و ضمناً یک گپ دیگه فراموش نشه، چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین. حقیقت یکی از رفیقکای کوچک خود استاد هستم. سلام. و علیکم السلام. خوب هستی؟ شکر خوب است. نامک چی است؟ مدثر جان. صنف چند هستی؟ صنف 5 مطلب. چندم نمره؟ دوم نمره. از این صنف اول تا صنف 5 دوم نمره است یا نه؟ صنف اول نمره هم یا صنف 4 تا صنف 5. چرا دوم نمره شدی؟ البته درس نمیخوانی؟ درس خواندم. نه خود درس اگر میخواندی حالا خود تو اول نمره میشدی. مدرسه جان یک سوال میکنم. اگر سوال ما جواب دادی ما در مقابلش تو را یک جایزه میدم. سیز؟ قبول است؟ قبول است. پایتخت افغانستان چی نام داره؟ کابل. دوستای عزیز سوال ما را لالاگک ما فامید دیگه اینال جایزهشه برش تقدیم میکنه. امی جان همو جایزه را بده بیادر. این منتصر صحیح شد. دوستای عزیز مقصد نگوین که جایزه شما چرا یک کتابچه و قلم است از تفنگچه و یا کده خیلی خوب است. دلتان جمع باشه. بخیر کن نکنی مدثر جان. فهمیدی؟ همیشه کامیاب باشی در زندگی. کدام گفتنی خو نداری دیگه؟ نه. نداری؟ برو وقتکت خوش. مرا قولک ده. برو خداحافظ. یکی از پالوانا بگم گوشاش هم شکسته. به سلام. سلام خوب هستین؟ شکر. شما خوب هستین؟ شکر. خودتان خوب هستین؟ اسمت چی است؟ اسم محمد سمیر کریمی است. محمد سمیر کریمی. یکم اگر بلند گپ بزنی. محمد سمیر کریمی است. سمیر کریمی. مدت 2 سال میشه می رشته می پولونی را دوش یک جای پیش میبرم. تال چند مسابقه دادی؟ مسابقه 33 34 دانه دادیم. خود دو کمربند دارم خودم. 12 35 کیلو. بسیار خوب. تال چند برد داشتی لاله؟ برد خود در 33 34 مسابقه 3 4 باخت کردیم. خود زیاد باخت نکردیم دیگه کلش ان شاء الله برد است. و بعد از اون باخت ندارم ان شاء الله. دوستان عزیز سعی که دیسان 33 34 مسابقه کرده و 4 باخت داره. کلان افتخار وطن ماست. صنف چند هستی؟ صنف 8. صنف 8 چندم نمره؟ در گروپ بیستم دیگه که در حساب 2 نمره دیگه میایدم. بدون این ورزش و مکتب کورس‌ها را تعقیب می‌کنی؟ والا کورس خود طالب چی بر نقد بگویم استخواد ما ثانیه ما کاستک ضعیف از دیگه خودم دم کرچی یک تایره دم بیرون در بازار کار میکنم. خو همیشه در مکتب هم است در ورزش هم است. هم ورزش خود پیش میبرم مکتب دیگه استخواد ضعیف است که ما کورس برم. هم مکتب خود کوشش میکنم ان شاء الله میشه یک جای به آرزوی خود برسم. یا خدا مهربان است. ما از یک سوال میکنم سمیر جان. در مقابل سوالم تو یک جواب بده. اگر جواب درست بود من یک جایزه میدم. صحیح؟ امی ماه زمستان کس نه
ماه زمستان که میشه از آسمان یک چیز سفید میباره، نامش چی است؟ برف است. برف است. این دوستای عزیز سوال گفته. دوستای عزیز فعلا وقت جایزه دادن شده دیگه. اینا سمیر جان تشکر. خیلی مقصد لالا دیگه میگه برگ سبز توفی درویش دیگه امی قلم کتابچه در این زمانه بسیار به درد میخورن. در این شرایطی که افغانستان به این دو چیز نیاز دارن. سمیر جان چی پیام داری به ورزشکارا؟ پیام مهم با ورزشکارا همی است که ورزشای خود کنه، ورزشای رزمی خوب است و صحت آدم خوب نگاه میکنه. با پیام خواستم بر هموطنان با وزنای خودم و همی که درسای خود بخونه و درس که یک جای یاد داشتی که یک سواد داشتی باز همی رشته مزید میده که یک جای برسی و مسلمانای ما شما انشاءالله قوی باشه. شکر الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله و عبد محمد رسول الله کلمه خدا بخونیم با ما خداوند تعالی قوت و قدرت میده و صبح از طرف خانه با امید یک کار که مبراهیم امید به خدا کنیم. خدا مهربان است که به ما یک رزق روزی و نصیب ما کرده باشه. خدا مهربان است که به ما برسانه و با هموطنای ما میگفتنی دارم به امارات اسلامی افغانستان. همین شکر الحمدلله امارات اسلامی افغانستان آمده، همین موقعیت افغانستان گرفته شده و ما از هموطنان همین خواهشمند هستم، از امارات اسلامی همین خواهشمند هستم که با ما کار بار باشه و ما دیگه چیز نمیخوایم که یک رزق ریزی حلال پیدا کنیم. تشکر از حمایت شما که ما را حمایت کردید. زنده باشی. هنوز از تو وقت کارت نیست، وقت درس خواندن است. تو باید تو درس بخونی، تو باید به جاهای بلند برسی، تو باید دکتر شوی، انجینر شوی. افغانستان به شما وری جوانای بسیار نیاز داره. خوش شدم که کی خودت یک مصاحبه گرفتم، خیلی خوش شدم. تشکر. زنده باشی که بر ما وقت دادی. زنده باشی. دوستا عزیز بازم پیش یکی از رفیقکای ما آمدیم که فعلا مصروف کار خود است. سلام لالا. سلام. خوب هستی؟ جانجور. شکر. چی گپ باز؟ خیر. نامک چی است؟ غلام حیدر. غلام حیدر جان. چی یک نام مقبول غلام حیدر جان. مصروف چی کار هستی؟ چی میکنی؟ والا میکلا فروشیش فروشیست. چطور است؟ آید ماید است یا نه؟ خوب است شکر الحمدلله. روزگار میچله؟ خوب است الحمدلله. تو 6 و 5. بخیر. صنف چند هستی؟ 8. چند نمره؟ 3. از این صنف اول تا این صنف 8 3 بودی یا نه؟ تغییرات هست؟ نه دمی صنف 7 3 نمره شد. بدون دکان و بدون مکتب آیا کورس یا تقریب داری؟ کورس نمیرم، مدرسه میرم. مدرسه؟ خب قرآن شریف میخونی؟ حافظ قرآن هستی دیگه؟ شکر. چند سپاره حفظ کردی؟ 1 سپاره. 1 سپاره خواندیم، حفظ نکردیم. حفظ نکردی؟ سپاره اول خواندی؟ الف لام میم. اما تو؟ غلام حیدر جان من ازت یک سوال میکنم، درست؟ در مقابل سوالم اگر جواب دادی تو فهمیدی، اگر جواب ندادی ای دیگه. سیس؟ اگر میشه بگی که 5 بنای اسلام نام ببر. اول نماز، دوم روزه، سوم حج عمره، چهارم زکات، پنجم نماز. باز هم صحیح شد. یک کمی دیگه کوشش کن. کلمه. دوستا عزیز جواباش درست است ولی یک کم پس پیش گفت. باز هم آفرین، تشکر. خیرت هم توفه را خودت بیادر. اینا غلام جان زنده باشی. صحیح؟ خوش هستی؟ خوش هستم. پدرتت میخوره؟ زنده باشی. یا نمیخوره؟ نه زنده باشی. چرا نمیخوره؟ بهترین چیز است. زنده باشی، جور باشی. چی پیام داری به همسند سالت؟ چی کارها را انجام بده؟ والا ایمی پیام ماست که ایمی کاروبار کمک شور بخوره. ایمی کم زره کاروبار دیگه نظم اسلام جور است. شکر الحمدلله. یه مقا پیام ماست. شکر که جور هستی. شکر که خودت دیدم. شکر زنده باشی، جور باشی. سوال جواب دادی، بر توفه هم دادی. زنده باشی، جور باشی. چی امر خدمت بر ما. زنده باشی. برو وقتکت خوش. خداحافظ. شکر با. اسمت چیست؟ توحید الله. صنف چند هستی؟ صنف 7 مکتب است. صنف 7 هستی؟ چی میکنی فعلا کارچیوانی میکنم. بله. چند نمره هستی؟ دوم نمره. چند؟ دوم نمره.
از صنف اول تا این صنف هفتم نمره است یا نه تغییرات داشته؟ نه از صنف اول تا صنف سه را چی بودم؟ سوم نمره بودم. حال دوم نمره شدم. دوم نمره شدی؟ چطور از حساب که می کار کراچیمانی را که میکنه آید داری یا نه؟ شکر فضل خداست اینا یک 50 پر کار کردیم. این روز 50 پر که تو کار میکنی نه؟ این روز 50 پر تو خانه میبری، از این چی سودا میخری؟ از این بگو. این را خانه میبرم بازو مادر پدرمشون یا باز سودا مودا هر چی که خرید در خانه که ضروره بود امور را میخرم. آیا باز میشه از ضرورت خانه پورا میشه؟ بله یا یک بیدر کلان ما سر کراچی هم کار میکنم. بله. من از یک سوال میکنم، در مقابل سوالم یک جواب میدم. اگر جواب درست بود من تر یک جایزه میدم. صحیح؟ سوال دو جواب است، بله یا نه خیر؟ درست؟ آیا افغانستان یک کشور کوهستانی هست؟ بله یا نه خیر؟ بله. بله. این جواب درست گفت دوستا عزیز. بله افغانستان یک کشور کوهستانی است. امید جان از خیرت بیادرم تو فرق بده. این الالایم یام توفید مقصد میگه برگ سبز توفید درویش مقصد خوشت آمده باشه. بخیر. از توان ما اینمی چیز است. ما میخوایم اینمی کار کنیم که با مردم ما را تشویق کنن که ما یک قلم کتابچه دادیم و دگام کوشش کنن که مثلا زیادتر شما را تشویق کنن، حمایت مالی کنن. صحیح بخیر بشی. همین خوش هستم که اینجا آمدی همین اول ما را گرفتی. بخیر باشی. برو وقتکت خوش. سلام علیکم. خوب هستی؟ شکر. اسمکت؟ حسنات جان. صنف چند هستی؟ صنف سه. چندم نمره؟ اول نمره. ای نام خدا. بدون مکتب مدرسه میری؟ بله. کدام سپاره چند هستی؟ سپاره اول. حفظ میکنی یا هم تو رویخوانی است؟ رویخوانی است. حسنات جان. بله. یک سوال میکنم، اگر در مقابل سوالم جواب دادی یک جایزه میدم. صحیح؟ قبول است؟ قبول است یا نه؟ است. خب حسنات جان. بله. اگر امی 11 جمع 7 چند میشه؟ 11 14 یکم دگام پیش برو. 14 نه 14 خو نمیشه. 11 جمع 7 چند میشه؟ 13 11 جمع 7 دوستای عزیز 18 میشه. خیر حسنات جان یکم زیر تاثیر رفت. البته امی 5 بنای اسلامی را نام ببر. تورات، زبور، انجیل. 5 بنای اسلامی را گفتیم، نگفتیم کتابا را. برو یک جایی میگیم. اول کلمه، دوم نماز، سوم روزه، چهارم زکات، پنجم حج. نام خدا. حسنات جان اینی کتابچه و پنسل اساس و اینی را ما از طرف خط میتیم و از طرف مجتبی جان. سعی که مجتبی جان قوم وطنای خود دوست داره که اینا برشان دهی روز هم برشان قلم میته، هم کتابچه میته، هم بسکیت میته. بگین حسنات جان بخیر کنه کنی. صحیح؟ برو وقتا که خوش خواره کن. خداحافظ. دوستای عزیز 3 طفل نازنین را با خود داریم. آرسیش بیادر هستن، آرسیش شاید آرسیش سیگانه‌ای باشن. سلام. خوب هستی؟ شکر. خوب هستی؟ جان جور است؟ بله. ما هم خوب هستم. اسمت چی است؟ محمد جان. خدا بزرگ جان میتی یا محمد تناستی؟ نه. اسمت تو چی است؟ مزمل. چرا تو بیشیمه گپ میزنی؟ نان نخوردی مزمل؟ نه. چرا؟ خورده. در خانه نان نداشتین چطور؟ نخوردی آن منصب خوردم. گپ بزن نه؟ گرم. سلام. سلام. خوب هستی؟ شکر. خوب. اسمت چی است؟ مدثر احمد. چطور با جرأت بچه هستی؟ صنف چند هستی؟ صنف 5؟ چندم نمره هستی؟ با جمله اول در گروپ الف اومدی. در درجه اول هستی دیگه یا دروغ نمیگی؟ نه. حال در اینجا بویی که ما اول هستم در خانه در پارچه ناکا. نه. کودکستان میری یا مکتب؟
هیچ کدامش؟ نه. تقاعد هستی؟ تو چندم نمره هستی؟ من کتگرم یک جوی 5. صنف 5 هستی؟ آه. خب ما از ارسید سوال میکنم. اگر سوال مرا جواب دادین ما خب براتون توفه میتونم. اگر جواب ندادن دیگه دوستا من نمیتونم توفه دیگه. دیگه چیزی که مشتبه جان میگه دیگه ما همون اصول پیش میبریم. صحیح؟ 5 بنای اسلامی را نام بگید. اول نماز اول کلمه، دوم نماز، سوم زکات، پنجم حج خانه که بشه. سایت دوستا عزیز از سوم در پنجم خیزد. اول نماز، اول کلمه، دوم نماز، سوم روزه، چهارم زکات، پنجم حج خانه که بشه. مزمل جان چی؟ 2 جمع 2 چند میشه؟ مچم؟ یاد ندارم. یک کلمه خدای. خود تو همی کلمه تام بگو بسیار بر ما کلام درم است. بخون بسم الله الرحمن کلمه تا بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. آفرین. ما از تام یک سوال کنم اجازه هست یا نیست؟ 11 جمعش چند میشه؟ 11 جمعش 19. یکی هستی؟ قابلش نیست. چی پیام داری؟ پیام دارم که دوستای عزیز جور و سلامت باشن از تلویزیون. دیگه دیگه تو چی پیام داری مزمل؟ ایسمان بکمان نازی چیز گفتنی نداری؟ چرا؟ بیا کلمه خو بگو. لا اله الا بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. نه پیام بگو. پیام بگو. کیا پسند؟ نمیفهم. پیام نداری؟ تو چی پیام داری؟ ما تشکر میکنم خب به خاطر شما که به احوال ما آمدین و این جایزه ها رو بر ما دادین. تشکر از زنده باشی. ما هم تشکری میکنم که بغوال ما رو شما گرفتین. احوال نه دوستا عزیز، بغوال ما رو گرفتین. دوستا عزیز تا برنامه بعد که باز هم ما در خدمت شما قرار میگیرم. بدرود.